جناب پیوس عرض ادب، خسته نباشید، دمتون گرم. رو بازی سختی رو بردیم. بازی چطور بود؟ من خدا سلام هستم خدمت مردم خوب گیلان. بازی خیلی سختی بود. میدونستیم که اون تیم همه از دست داده بود و دنبال این بودش که حیثیتی بازی کنه و خیلی راحت‌تر از ما بود، چون ما دنبال 3 امتیاز بازی بودیم که 3 امتیاز بگیریم. نقاط ضعفش به خوبی شناسایی کرده بودیم، میدونستیم که اون کجاشو ضعف داره که همون به گل رسیدیم. میدونستیم از کنارها ضعف دارن که با تمریناتی که انجام میدیم خیلی عالی بودش و ما مرکز زمین به خوبی داشتیم و سعی می‌کردیم که بیشتر یک دقیقه کارو برنده باشیم که به خوبی این کارو انجام بدیم. تیم ما واقعا با تمام وجود کار کردن، بچه‌مون واقعا هر چی داشتن تو زمین پیاده کردن. دستشون درد نکنه. ان شاءالله که کارمون سخته، خودتون میدونید که گروه ما سخت‌ترین گروهه. هر چی الان 5 نفر ما داریم ما میبریم. بودن فکر کنم تو 5 تا بازی کنم 13 امتیاز گرفته باشیم اشتباه نکنم. 4 تا برد یه مساوی. 4 تا برد یه مساوی. خب کار خیلی نسبتاً کار بزرگی بچه‌ها انجام دادن، کار خیلی بزرگی انجام دادن، ولی هنوز هیچ معلوم نشده با کشید به بازی آخر که شما بتونیم اونجا با فکر کنم با یه مساوی یا بتونیم ببریم بازی بکنم. یه تعلق دست خودمون تعلق رو باید نگهش داریم تا از دستمون نیافته تا ان شاءالله که روز آخر هم میتونیم کار بتونیم به خوبی انجام بدیم. بازی آخر با شاهین بوشهر تو بوشهر داریم و با توجه به اینکه ما امروز 1-2 تا تعویض اجباری داشتیم، اون بازی رو چطور می‌بینید؟ آیا حالا تو قالب صحبتتون رو گفتید بچه‌های ما امروز مصوما میرسن بازی بعد دیگه الان نمیدونم، باید برم ببینم اوضاع احوالشون چجوری هستش. ان شاءالله که کادر پزشکان خوب کار کنه بتونه این کارو انجام بده که واقعا دارن به جنبه کار میکنن. ان شاءالله بتونیم شرمنده مردم گیلان نشیم، مخصوصا رشت نشیم. طرفدارای تیم اصولی که واقعا عالی تشویقمون کردن یه دونه صدا. ان شاءالله که بتونیم کاری براشون انجام بدیم. ما با تمام وجود داریم به خدا وقت داشتم. من نمیخوام بگم من 40 بابام بود نرفتم، 7 بابام بود اومدم اینجا. خدا رفتگان همه رو بیامرزه و واقعا نرفتم چون به عشق داماش نقاط مردم این کارو انجام دادم، چون دلم با تیم بود و پدرم من خوش فوتبالی بود، این کارو انجام دادم روش هم شده شاد باشم، ولی به خاطر مردم این کارا هم انجام بدم. یعنی با جهود شغلی کادر فنی کار میکنه، مالک باشگاه به کمک میکنه که انجام بشه. مسئولین میخوان کمک مالک کنن که شما بتونیم از این به بعد کارمون روونتر انجام بشه. سپاس از شما، مرسی از وقتی گذاشتید.